تهران یه دونه همبرگر 45 تومنه، من دارم میدم 22 تومن. آقا میخواد دزدی کنه، تازه میخواد بپشه پول در بیاره. خب ما شروع کنیم بگیم فقط کسی نیاد کم. بریم. احمد رضا عابدزاده رو دوست داریم و یادمون نمیره مثلا در بازی با استرالیا چه کرد. یادمون نمیره چه پنالتی هایی گرفت. الان من در چند سالگی با احمد رضا عابدزاده صحبت میکنم؟ من 35 سال. 35 بالاتر نمیره نه نمیشه، باید ورزش کنه که زیاد نری بالا. ماشاءالله. بعد شما 2 تا فرزند داشتین دیگه، یه دختر یه پسر. هنوز عروس و داماد نبردین؟ اگه به کسی نگی ماره دادیم. جدا؟ داماد دارین یا عروس؟ داماد. به به. نوه که ندارین هنوز؟ نه دار میشالله در آینده بخونید. ایشالله. ولی بهتون نمیاد آقا. داداشمونه. شما تعطیلات عید مسافرت میرین؟ بله من میرم شمال. میرین شما؟ با خانوادگی همه. پول عیدی میدین یا کادو عیدی میدین؟ کادو هم داریم میگیره. چقدر میدم؟ مثلا 100,000 میدی، 200,000 تومان؟ نه دیگه پول زیاد با تلویزیون اعلام نکن، خطرناکه. ولی جیبت هم میگیرن. آبادان به دنیا اومدین؟ بله. بعد اصفهان زندگی کردین یه مدت؟ 6 سال اصفهان بودم، بعدش دیگه تهران بودم. ازدواجتون هم تو اصفهان بوده دیگه؟ همه بله، اصل صاحب اونجاست. شما استقلالی یا پرسپولیسی الان؟ همه خوبن آقا. دستکشاتون واقعا دزدیدن؟ دستکشایی که جام جهانی دستتون بود؟ متاسفانه اینجوری شده. آقا بگیرینش، ما اینجا سری میگیم بگی کلانتری بگیرتش. تو فوتبال ولی احمد رضا عابدزاده زیاد خودش رو درگیر فوتبال نکرد بعد اون دوران قهرمانی. نباید بری درگیر، باید اون چیزی که دل مردم میخواد باید به اونجا برسی. شما از خیلی گلایه داری تو این فوتبال. شنیدم خوندم یه جا میگفتی خیلی بی‌مهری‌ها شد با من. زیاده علی جان، اگه بخوام بگم ولش کن. یه مردم خودش بهتر میدونن همه دیگه هستن. کسی سراغ شما رو میگیره؟ نه. اشکال نداره، قسمت دیگه. امیر پسر اونم حالا مثل پدر دروازه‌بانه. فکر میکنن که حالا عابدزاده پسرش میاد باید مثل باباش بشه. بابا هر چیزی رو یه تایم داشته باشه، یه زمان میخواد. شما وضع تو فوتبال خوب شد از اون نسلی که پولدار شدین تو فوتبال یا نه؟ نه. اینجا بازیکن هنوز نشده یه چیز 2 میلیارد میگیره، 1 میلیارد میگیره، 4 تا روپام نتونسته بزنه. حالا نمیدونم از کجا اومد، نمیدونم. چقدر بود قرارداد آخرین گرونترین قراردادتون چقدر بود شما؟ آخرین سالم 79 25 میلیون. آقا شما برای سال 95 چه آرزویی دارین؟ پدرها، مادرها، تمام بزرگای این مملکت ان شاءالله که همیشه شاد باشن. اتفاقات خوب پیش بیاد. فقط خوب باشه که این مردم بتونن استفاده کنن و شاد باشن. آقا خیلی مخلصیم، ممنون وقت دادید. زنده باشید. سنتون هم نگفتین ولی من پیدا میکنم میگم. حالا اینم کد ملی میپرسم. هر جا مرسی که لطف کردید. قربون شما. مرسی.